حالا ما در یکی از نقطه‌های آبپارت‌های نیروگوی برقی آبی روغون قرار داریم و دیده می شود که ساکنان شهرمند جمهوری تاجیکستان با عزم و تلاش و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پیشوای ملت تلاش دارند تا این نیروگاه عظیم عصر را هرچی زودتر به استفاده دهند. طبق اطلاع انشاءات مذکور سال 1972 زمان اتحاد شوروی کارهای تحقیقاتی آن آغاز گردید و بالاخره در زمان صاحب استقلالی کشور سال 2008 با دستگیری و سیاست دوراندیشانه پیشوای ملت کارهای ساختمانی از نو آغاز شد و گفته می شود که در اینجا در برابر ساکنان شرفمند جمهوری تاجیکستان همزمان شرکت‌های خارجی هم کار و فعالیت دارند و نیروگاه عظیم گیدروانرژتیکی یعنی نیروی سبز که از جهت اکولوژی تازه در جهان اعتراف شده است حالا با زحمت ساکنان شرفمند جمهوری تاجیکستان آن بنیاد گردیده ایستاده است و میتوان گفت که 70% انرژی سبز که از اینجا استحصال می شود منطقه آسیای مرکزی را تامین کند و ما باوری کامل داریم که ساکنان شهرمند جمهوری تاجیکستان با استفاده هم از ظفریت‌ها امکانیت‌ها تلاش میکنند تا این نیروگاه عظیم را به استفاده دهند. نیروگاه برقی آبی روغون یکی از انشاءات بزرگ گیدروانرژتیکی در منطقه و جهان به حساب رفته آن بعد پورا به استفاده در آمدن میتواند در برابر تامین تاجیکستان با نیروی سبز به دیگر دولت‌های همسایه صادرات شود. عین حال در این انشاءات عصر کارهای ساختمانی با جلب متخصصان داخلی و خارجی با استفاده از تکنیک‌های پراقتدار با وسعت جریان دارد. کارمندان مهندسی و تکنیکی نیروگاه در این میدان ننگ و ناموس ملی شجاعت و متانت، اراده قوی، زحمت شبانه روزی و حس بلند وطن دوستی نشان داده روز تاریخی به اتمام رسانیدن ساختمان این انشاءات عصر را نزدیک می نمایند. مدت 22 سال در نیروگاه برقی آبی سنگتوده همچون برقرار شده کار کردم. بعد از این مدت 8 سال دیگر در نیروگاه برقی آبی سنگتوده تو به حیث مهندسی شرکت فراب جمهوری اسلامی ایران کار کردم. بعد از این مدت 10 سال می شود که همچون مهندس تکنیکی بی‌خطری شرکت بخش‌سازمان کار و فعالیت کرده ایستادیم. بعد از استفاده دادن نیروگاه برقی آبی روغون ما یکی از کشورهای پیشرفته جهان می‌گردیم. با اطلاع مسئولان این انشاءات استراتژی از جهت اکولوژی، تکنیکی و بخطری یکی از بهترین نیروگاه‌های برقی آبی در جهان به حساب می‌رود. حالا کارهای استوارسازی آبرسان‌ها در حال انجامیابی بوده، سمنت‌ریزی مستحکم کننده جریان دارد. کارگران و متخصصان نیروگاه برقی آبی روغون با درک اهمیت این انشاءات انرژتیکی کشور برای آینده درخشان دستور سپارش‌های سرور دولت را سرمشق فعالیت نموده با نیروی سازنده همروزه به نتیجه‌های بلند نائل می‌شوند. در انشاءات زیرزمینی در تالار ماشین‌ها کارهای وصل و نصب آهن‌فروزان و آرماتوربندی و بیتون‌خوابانی بر ذمه کارخانه شرکت ما واگذار شده است. شرکت ما عین زمان از گیدرواگریگات ششم تا گیدرواگریگات یکم به پورگی کارهای وصل و نصب و بیتون‌خوابانی را به دوش خود دارد. دو گیدرواگریگات ما با یک پورگی نیروی برق تولید کرده ایستاده است که این هم در یک سطح و صفت بلند ما میتوانیم که آینده به پورگی گفته میتوانیم که دیگر این چرخ اگریگات های ما اگر به کار درآید ما باوری داریم که ما مهندسان تاجیک از عهده این کار هم میبریم و روزهای وعده داده شده این چرخ های گیدرو اگریگات های نوآبادی هم به کار میدراید و ما آینده با یک رویه بلند گفته میتونیم که به اقتصاد انرژتیکی تاجیکستان میرسیم. حالت واقعی کارهای ساختمانی نشان می‌دهد که بنیادگران این انشاءات تقدیرساز ملت با احساس بلند وطن دوستی زحمت کشیده هدف یکدلانه برای هر چه زود به انجام رسانیدن ساختمان روانه کرده شده است. حدود 3 سال می‌شود که من در این نیروگاه آبی برقی روغون کار و فعالیت کرده هستم. بعد از ختم دانشگاه من به
خدمت حربی رفته خدمت حربی رو با سر بلند ادا کردم و سپس طرف امتحان‌های داخله با نیروگاه آبی برقی داخل شده. از این جای طول 3 سال میشود که کار و فعالیت کرده ایستادم. من افتخار از آن میکنم که در این سن و سال جوانی سهم خود رو در آباد نمودن وطن ملت گذاشته ایستادم و با همه جوانانی که در این ساحه تحصیل نموده ایستادند درد می‌نمایم که آمده در این نیروگاه برقی و در دیگر نیروگاه‌های برقی آبی روغن کشور کار و فعالیت نمایم و سهم خود رو در آبادی وطن ملت رسانم. طبق اطلاع نقب‌های اساسی که در مجموع 6 عدد میباشند از انشاءات اساسی تحت فشار بلند قرار داشته در نیروگاه به حساب میروند، یعنی توسط همین نقب‌ها آب تا چرخه‌های نیروگاه انتقال می‌یابد. با این مقصد مسئولان جهت مطابق با طلبات بین المللی با صفت با اجرا رسانیدن ساختمان نقب‌های آبرسانی و آبپرتا کار را چون دیگر منطقه‌های این انشاءات استراتژی به راه ماندند. با گفت مهندسان در نیروگاه برقی آبی روغن بیش از 80 کیلومتر نقب است که تا امروز پورا کارهای نقب‌کنی به اتمام رسیده است و در داخل آنها حالا کارهای وصل و نصب فلزات، بتون‌ریزی و دیگر مصالح ساختمانی که برای مستحکم‌سازی روانه میباشد جریان دارد. شرکت ما سالیان زیادی است که اینجاست، تقریباً 10-15 سالی هست که اینجاست، ولی من خودم به شخصه الان حدود 3 سال اینجا من با شرکت وقت ساختمان، شرکت کاملا ایرانی در خدمت همزبان و کشور دوست کشور تاجیکستان هستیم. روند کار اینجا خیلی خوبه، همونطوری که رئیس جمهور پرزیدنت امام علی رحمان چندین بار اومد اینجا و کار از نزدیک دید. واقعا پیشرفت کار اینجا خیلی خوبه. به این کار امیدوارم که در جاهای دیگه، جایی که آب است، انشالله همینجوری پیش بره و برای این کشور مفید باشه. در نیروگاه برقی آبی روغن متخصصان و کارگران حالا با طور شبانه روزی فعالیت کرده با دلگرمی کوشش دارند که ساختمان را طبق نشاندهنده‌های لایحه‌ای در وقت معین شده با صفت به انجام رسانند. زیاده از 10 سال شد که ما در همین نیروگاه برقی روغن به حد راننده کننده 550 شده کار میکنیم. زیاده از 20,000 زیاد در همین نیروگاه برقی روغن کار میکنند. تمام همین مردم تمام حیثیت و نفسشون در همینجا بخشیدگی اند. این نه تنها برای ما خدمت میکنه، برای فرزندای ما، برای نوستای ما، حواسای ما، آینده گس روغن برای کل امت تاجیکستان باید خدمت کنه. باید گفت که بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن این صحیفه تازه در تاریخ دولتداری تاجیکان است. این انشاءات مهم نه تنها قوه برق بلکه قوه روح و نیروی معنوی ملت را افزون میکند. انشاءات بزرگ عصر امروز به رمز وحدت و سازندگی تبدیل یافته است. از اینجا صدای کار و زحمت بی‌ایست به تمام منطقه پهن می شود و به هر یک شهروند تاجیکستان پیام امید و افتخار میفرستد.